مطلبی بود میخواستم به عرض برسانم. یکی بر سر شاخ بود و بن میبرید. سیدعلی خامنه‌ای رهبر شیعیان جهان گفتن نظر من به آقای احمدی نژاد نزدیکتر است. نظر مردم تنفر انتظار از دولت متقلب احمدی نژاد بود. نظر سیدعلی خامنه‌ای نسبت به آقای خاتمی منفی بود و بیشترین سمپاشی را بر علیه او و کابینه‌اش به عمل آورد. ولی نظر ملت ایران به خاتمی مثبت و بیشترین آرا را کسب نمود. حکومت ولایت فقیه، شما که هرچه گفتید ملت عکس آن عمل نمودند. خوب بود یک مسجد برای اهل سنت در تهران می ساختید تا ملت نسبت به جامعه اهل سنت تنفر انزجار نشان دهند. حال که یک نمازخانه را تخریب کردید، عکس العمل ملت چه بود؟ قطعا نظر ملت مساعد و باورشان به جامعه اهل سنت 100 چندان شد. پیوستن هزاران هزار جوان ایرانی به جامعه اهل سنت را به موحدین جهان به خصوص شبکه وصال حق و شبکه جهانی کلمه تبریک میگویم. تشکر از شما بیننده عزیز، واقعا سخن شما بسیار زیبا بود. ما هم تشکر میکنیم و تبریک میگیم به شما و دیگر موحدان و عزیزان. واقعا هم همینطور هست. ضرب المثلی هست در زبان عربی که این ضرب المثل به این قضیه اشاره داره که هر چه فشار بیشتر بشود فرج و گشایش بیشتر میگردد. و یا ضرب المثل معروفی که میگن الضغط یولد الانفجار، فشار انفجاری را در پی خواهد داشت. طبیعتا فشاری که این نظام بر علیه آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی اندیشه و فکر روا می دارد و به ویژه بر علیه موحدین و اهل سنت نتیجه معکوس خواهد داشت و این یکی از توفیق ها و فضل الهی است به ما موحدین، به ما پیروان قرآن و سنت. و ان شاء الله در آینده نه چندان دور خواهیم دید که جوانان دلیر و شجاع ایران فوج فوج و گروه گروه بیش از آنچه که امروز شاهد آن هستیم به عقیده اهل سنت و به توحید و سنت وارد می شوند، به اصل خود باز می گردند، به دین اجداد و نیاکان خود باز می گردند، نه دین تحمیل شده ای که 4 قرن و چند دهه هست با زور شمشیر و کشت و کشتار و شکنجه و محاکم تفتیش بر آنها تحمیل شد. نه، دینی که با آغوش باز آن را پذیرفتند، دینی که آنها سردمدار علم و دانش آن شدند. آری، به زودی انشاءالله ما میبینیم که این مردم به این دین میگرایند و فراموش نکنیم که این حکومت به خوبی میداند، این نظام به خوبی درک میکند که اگر مسجدی آزاد برای اهل سنت در تهران بنا شد، مکانی خواهد بود برای اینکه مردم آگاه تهران، مردم علم دوست و فرهنگ دوست تهران حق را بشنوند، حقیقت اسلام را بدانند، غیر از اسلام تاریک و اسلام تحریف شده، در واقع نسخه تحریف شده آخوندی از اسلام، نسخه صفوی و رافضی. به همین خاطر هرگز اجازه نمیدهند که مسجدی در تهران بنا شود، مسجدی آزاد، مسجدی بدور از فشارها، مسجدی که بتواند یک موحد آزادانه در آن سخن بگوید، قال الله و قال الرسول را، آنچه که صحیح است بگوید و ترجمه بکند بدون فشار نظام.